باب 8. قانونی که قسم زیادی تشویش‌های شما را غیر قانونی می سازد. کودکی من در فیرما در شتات میسوری گذشته است. یک روز وقتی به مادرم در جدا کردن دانک آلو بالو کمک می رسانیدم، خود به خود به گریه در آمدم. به تو چی شد دیل؟ هراسان پرسید مادرم. می ترسم که مرا زنده به زنده گور می کنند. از قبط گریه جواب دادم من. حقیقتا هم آن آوان من مدام در غم و تشویش بودم. هنگام رعد و برق می شد می ترسیدم که مرا آتشک می زند. وقتی روزهای وزین فرا می رسید، بجای کلان سالان می ترسیدم که خوراکی همان ادا می شود. می ترسیدم که بعد مردن به دوزخ می افتم، یا سی واحد که از من کلان سالتر بود به گپش می ایستاد و گوشهایم را می برد. بعدتر دائما در هراس بودم که از قفای دختر دوم می ترسیدم که او به حالم خنده خواهد کرد. از دلم می گذشت که یگان دختر مرا نمی گیرد. پیشکی عصبانی می شدم که بعد توی گپ نمی یابم که بزنم بگویم. هرچند آن وقت هنوز در میدان کیشت از پی آماج قدم می زدم، این و دیگر اندیشه‌ای به این مانند عذابم می دادند. سالها گذشتند و من دریافتم که 99 فائزی ترس و هراس من دروغینند و حادثه هایی که چشمدار بودم روی ندادند. مثلا طور ذکر کردم از رعد و برق سخت می ترسیدم، ولی طور از معلومات شورای بخطری ملی برمی آید که هر سال از 350,001 امکانیت است که مرا آتشک بزند. ترسی من درباره زنده گوراندن باز هم خنده آورتر برآمد. حتی تصور ناپذیر است که از 10 میلیون هم یک آدم را زنده گورانند. حال آن که از این ترس من گریه می کردم. در مملکت از 8 نفر یک کس از بیماری سرطان رگ می ففتد. از این رو می بایست من از سرطان می ترسیدم، نه از آتشک زدن یا زنده در گور شدن. معلوم که اینجا سخن درباره تشویش و اضطراب ایام نورسی و نوجوانی می رود. اما بسیار تشویش و اضطراب آدمان کلان سال نیز بیهوده‌اند. همین ما می توانستیم از 10 تشویش خود را فرو نشانیم. اگر در رو به اضطراب دادن نشده، معین نماییم که آیا ترس و هراس ما به قانون شماره های کلان موافق می آید یا نه. شرکت سغورتوی در دنیا معروفترین دنیا لاید میلیون های بیشمار خود را از حساب آدمان جمع آورده است که حادثه های خیلی کم به وقوع آینده ترس و هراس دارند. این شرکت به آدمانی که به او مراجعت می کنند گرف می بندد که حادثه های در نظر داشته آنها هیچ وقت روی نمی دهند، ولی این عمل در زبان این شرکت گرف نه بلکه سغورته نام دارد و شرکت از روی قانون‌های شماره‌های کلان عمل نموده پیوسته گرف را میبرد. این شرکتی بزرگ زیاده از 200 سال این جانب وجود دارد و رونق و رواج می‌یابد. اگر طبیعت آدمی دیگر نشود و 50 عصر دیگر وجود خواهد داشت و از پای افزال سر کرده تا کشتی همه چیز را از روی قانون شماره‌های کلان سغورته خواهد کرد. به همین مانند اگر ما به قانون شماره‌های کلان دقت دهیم، بسیار وقت به فکت‌های وا می‌خوریم که در حیرت می‌مانیم. مثلا اگر من پیشکی می‌دانستم که طول 5 سال آینده در محاربه خونین گیتسبرگ اشتراک خواهم کرد، البته در واهمه می‌افتادم. آن وقت البته وصیت‌نامه می‌نوشتم و کارهای زمینیم را در رو به ترتیب می‌آوردم. انیق است آن وقتا البته فکر می‌کردم هیچگاه از این محاربه نمی‌رهم و 5 سال باقی مانده را به درجه عالی زندگی می‌نمودم. فکت‌ها شهادت می‌دهند که در اساس قانون شماره‌های کلان در سنی از 50 تا 55 سالگی همان قدر خطرناک است در امثال محاربه گیتسبرگ. و فکت‌ها دقت دهید، آوان صلح از 1000 کس در سنی 50 و 55 سالگی همان قدر آدمان وفات کردند که از 1000 نفری 163,000 سلطی در محاربه گوتسبرگ شرکت داشته وفات نمودند. من چند باب این کتاب را در خانه شکارچگی سیمپسون در نم تیتخ در ساحل کولیباوی کانادا نوشته‌ام. در اینجا با خانم و جنابی سلینجرها که اصلا از سان فرانسیسکو اند شناس شدم. خانم آرام طبیعت و مهربان که از افتش هیچگاه به تشویش و اضطراب نمی آید به من خیلی معقول شد. یک بگاهی وقتی در نزد گلخن فروزان می نشستیم از او پرسیدم که در عمرش به تشویش و اضطراب افتاده است. ها جواب داد او. تشویش و اضطراب قریب مرا کشته بود. تا وقت توانستم که تشویش و اضطراب را فرو نشانم
حیات من طول 11 سال دوزخی بود که خودم با دست خودم سازمان داده بودم. من خیلی گیزله بودم و در رو آتش می گرفتم. در یک حالتی خیلی متشنج می زیستم. همین خیلی می شد که هفته یک بار از سن متئو که آنجا زندگی می کردم به سان فرانسیسکو برآمده خرید می رفتم و هنگام مغازه به مغازه گردش کردن خودم رو به حالتی بدترین گرفتار می کردم. مبادا از برق کندنی دستمال را فراموش کرده باشم. ممکن حاضر خانه ما سوخته ساده باشد. عجب نیست خدمتگار زنک کودک‌ها را تنها پرتافته خودش گریخته رفته باشد، یا ممکن است کودک‌ها ولسیپد سواری رفتند و آنها را ماشین زده باشد و غیره و هاکذا. در عین کار و بارگاه چنان واهمه می افتادم که عرق خنک می کردم. گاه خریدم نصف نشده سوی ایستگاه اتوبوس می تاختم تا تیزتر به خانه روم و ببینم که آیا در خانه کارها از روی ترتیبی مقرریان. یگان جای عجایبات ندارد که خانه‌دار شوی یکمی من بی‌برار انجام یافت. شوهر دومی من حقوقدان مرد خیلی آرام و با ملاحظه است. وقتی من گیزله می شدم و با در گرفتن آماده می شدم عادتاً می گفت آرام شو، بیا وضعیت را ملاحظه می کنیم. تو از چی به تشویش افتاده ای؟ بیا از روی قانونی شماره‌های کلان خلاصه براریم که آیا امکان دارد این حادثه روی دهد. مثلا من به خاطر دارم که چی طور باره وقت ما ماشین سوار از البوکرکی شتات نیو مکزیکو جانب غارهای کارلسباد می رفتیم، ناگهان بارانی سخت به باریدن سر کرد. حرکت دشوار شد. ماشین گاه می لغزید و گاه در جایش چرخ می زدن می گرفت. اداره کردن آن لحظه به لحظه دشوارتر می گشت. من در ترس بودم که همین لحظه یا ثانیه بعد ماشینمان به کانال می خیجد. ولی شوهرم گشته و برگشته تکرار می کرد ما با سرعتی خیلی پست حرکت داریم، باید یگان واقعه روی ندهد. اگر ماشین با چقور درماند هم از روی قانون شماره های کلان به ما یگان حادثه روی نمی دهد. آرامی و باوری او مرا دلپر می کرد. بار تابستان ما به وادی تونینی دامنی کانادا به سیاحت رفتیم. آنجا به ما چنین واقعه روی داد. شبانگاه طوفان خیست و خیمه های ما را که در بلندی 7000 فوت از سطح بحر خرگاه زده بودیم به لرزه آورد. از دلم می گذشت که هر دقیقه امکان دارد خیمه های ما پاره و کنده گشته تا به آسمان برخیزد. من از ترس و هراس به دهشت افتیدم، ولی شوهرم گشته و برگشته تکرار میکرد گوش کن عزیزم، ما با راحتی فیرمه بریوستر سیاحت داریم. آنها کاری خود را خوب میدانند. 60 سال باز در این موضع خیمه میزنند. از روی قانون شماره های کلان خیمه های ما را شمال پاره پاره کردن نمیتواند. رفت و چون این حادثه روی دهد ما در دیگر خیمه ها پناه میابیم. خلاصه آرام شو و تشویش نکش. من به نصیحت شوهرم گوش انداختم و باقی مانده شب سخت خوابم برده است. یک چند سال مقدم در آن قسمتی کالیفرنیا که ما میزیستیم اپیدمی پولیومیلیت پیدا شد. دیگر وقت می بود من در واهمه می افتادم، ولی شوهرم مرا باور کنند که باید آرام باشم. ما تمام تدبیرهای لازمی را که از دستمان می آمد اندیشیدیم. به کودکانمان با آن موضعهایی که این گونه بیماران زیاد بودند رفتن را منع کردیم. با آنها اجازه نمی دادیم که به مکتب و کینا روند. به حجتهای شعبه صحتی عامه شناس شده دیدیم که در آوان اپیدمی دهشتناکترین پولیومیلیت در تمام ایالات کالیفرنیا 1835 نفر کودکان بیمار شدند. شماره میانی آنها 200-300 نفر را تشکیل میداد. هرچند این هم وحشتبار بود. ما همین خیلی حساب کردیم که از روی قانون شماره کلان کودکان امکاناتی کمی به این بیماری گرفتار شدن را دارند. از روی قانون شماره کلان این واقعه روی نمیدهد. این عبارت 90% تشویش و اضطراب مرا فرو نشانده. در 20 سال آخر در حیاتم خیلی خرسندی و خوشبختی ها بخشید. وقت 10 سال آخری حیاتم را پیش نظر می آرم، انیق می شود که قسم زیادی تشویش و اضطراب من خیالی و بیهوده بوده است. جان گرند به من حکایه کرد که او هم این را از سر گذرانیده است. او صاحب فرمه جیمز گرانت نیویورک می باشد. فرمه او با فروش یک لختی اپلسین و دیگر میوه های سوبتروپیکی مشغول است. او حکایه کرد که اول اندیشه های مغشوش عذابش می داده است. مثلا به ناگاه پاییز چپه شود و میوه هایش برهم خورند. چطور می شود اگر هنگام گذشتن وگانی پر میوه کوپروک فرو رود؟ البته باری او سقورته شده است، ولی مدام هراس داشت که اگر میوه ها در وقتش نرسند بازار ناگیر می شوند. او چنان تشویش و عذاب کشید
در نظرش نمود و زخم معده گرفتار گشته است و به دکتر مراجعت نمود، ولی دکتر در وجود او یگان بیماری دیگری را بغیر از لیکاک و سست شدن عصب‌ها نیافت. ناگهان به سرم زد. حکایه میکند او که این اندیشه ناگوار همانا جایند. از خود پرسیدم گوش بکن جیم گرند، در طول این سالها چند وگان بار آوردی؟ جواب چنین بود نزدیکی 25,000. از آنها چند تایشان به حادثه های ناخوش گرفتار شدند؟ تخمینا 5 تایشان. 5 وگان از 25,000 یعنی از 5,000 یک وگان. از این چنین خلاصه می آید که از 5,000 ممکن است یک وگانی تو ضرر بیند. این یگان جای تشویش ندارد که باز از خود پرسیدیم. میگویی که ممکن است کوپروک فرو رود. از آن که کوپروک فرو رفته باشد چند وگانت را از دست دادی؟ یگان تایش را. این طور باشد مگر عیب نیست که خودت را از تشویش و هیجان و زخم معده گرفتار سازی؟ در بابت صدمه رای آهن باشد از 1001 امکانیت موجود است. همه این را تحلیل نموده من فهمیدم که ابلهانه رفتار میکردم. خود همین لحظه من قرار دادم که تشویش و هیجان را فرو نشانده از روی قانون شماره های کلان عمل میکنم. رفته رفته زخم معده را نیز فراموش کردم. وقت ال سمیت گوبرناتور شتات نیویورک بود، من شنیدم گشته و برگشته تکرار میکرد که بیایید فکت ها را می آموزیم و هجوم دشمنان سیاسیش را رفع نمود. اگر ما هم از کار به تشویش بیایید چون ال سمیتی پیرو خیرتمند رفتار نماییم، یعنی اول فکت ها را آموزیم و سپس به خلاصه بیاییم که برای تشویش اساس سبب هست یا نه. فریدریک مالسدند هنگام می ترسید که گویا الکی در قبر خواب است. عیناً همین طور عمل نمود. خودی او هنگام در کورس های من تحصیل می نمود چنین حکایه کرد. در اولی ماه ایونی سال 1944 من در سنگر یک کسی نزدیکی آماخا بیچ می ایستادم. آن وقت در رابطه 999 علاقی خدمت می کردم و نوک در نورماندیا موقع گرفته بودم. وقتی به سنگر یک کسی کنجهایش دراز خود نظر می انداختم، آن قبر را به خاطرم می آورد. وقتی دراز کشیده کوشش خوابیدن می کردم، در نظرم می نمود که در گور خوابم. ساعت 11 پگاهی تیاره های نمیس و بمب اندازی ما آغاز نمود. من از ترس شخ شدم. 2-3 شب اول خوابم نبرد. بعد 1-2 شبانه روز دیگر قریب گرفتار التهاب عصب‌ها شدم. همینش را می فهمیدم که یگان تدبیر اندیشیدن در کار وگرنه دیوانه می شوم. همین وقت به سرم اندیشه آمد که از آمدن ما 5 شب و 5 روز گذشته است و خرسندانه من زنده‌ام و از قسم ما یگان کس ضرر ندیده است. 2 نفر زخم گرفته بودند که آنها هم از بمبی نمیسانه بلکه از ترکش سناریدهای ارتلری خودی بود. به خاطر آوردم که قسم ما موقع خیلی کلانی را اشغال کرده است و در این سنگری چقور تنها از تیری از روبرو آمده هلاک شدن ممکن است و خلاص. چون این امکانیت باشد برای من از 10,000 یک دوست. به همین اندیشه ها خود را آرام نمودم، از تشویش و هیجان رها شدم و اکنون نغز خوابم می برد. هنگام بمب باران نیست. واقعا هیئت فرماندهی قوه های مسلح ایالات متحده آمریکا حسابات استاتیستیکی قانون شماره های کلان را برای بلند برداشتن روحی بهره‌نوردان استفاده می برد. یک بهره‌نورد سابق با من حکایه کرد که او و رفیقانش با تانکر که سوزشواری بسیار حساس میکشان روانه کرده شده‌اند. آنها هراس داشتند که اگر موشک به تانکر رسد آن در رو میترکد و همه جا به جا هلاک میشوند. ولی فرماندهی فکت‌های تماما دیگری را مالک بود. موافق این فکت‌ها از 100 تانکری از موشک ضرر دیده 60 تایشان شنا را دوام میدهند. از 40 عدد تانکرهای غرق شده فقط 5 تایشان در مدتی کمتر از 10 دقیقه ته شدند. از این برمی‌آید که امکانات ضرر خیلی محدود است و در صورت ضرر هم آنها امکان دارند حیات خود را نجات دهند. این مگر امکانات نمی‌دهد که روحی بهره‌نوردان بالا برآید. دانستن قانون شماره های کلان ما را از التهاب عصب‌ها رها نمود. گفت کلاید ماس، شخصی که این همه را با من حکایه نمود. تمام هیئت خود را خوب حس کرد. ما آخر می دانستیم که از روی قانون شماره‌های کلان امکان داریم که کشتن نشویم. برای آن که با عادت تشویش و هیجان افتیدن غالب آییم، پیش از آن که آن به ما غالب نآمده است، قاعده سوم را رعایت کنید. فکت‌ها را آموزید، از خود بپرسید از روی قانون شماره‌های کلان چه امکانیت وجود دارد که حادثه شما را به تشویش آورده به وقوع آید.